این دوستای عزیز، از خستگی زیاد گفتیم بیا امروز میریم ماهی گیری. دیگه یکی از میاندی بالای افغان ما که دمی بخش ترانسمیترها کار میکنه، دیگه او را هم همراهش صحبت کردیم. دیگه او هم گفت که بخیر نما میایم. دیگه ما این گل صبح برکت کردیم از ویرجینیا. دیگه ایچه خود دماپ نشان میده که بیادر 60 دقیقه راست یا را 1.5 ساعت را خود رفتیم با مو سرعت نرمالش، همون چیزی که استانداردش است. ولی همی جالب است که هیچ همی 10 دقیقه از این 10 دقیقه نیست، نیم ساعت از این نیم ساعت نیست، زیادتر است. دیگه حالا این تقریبا نزدیک شدیم. برای جای ماهیگیری به اصطلاح. دیگه پناه به خدا. این قسمت به نام یک بخش از مریلند است که از منطقه که ما حرکت کردیم تقریبا 1 ساعت فاصله داره، اما از 1 ساعت زیادتر شد مطمئنا. دیگه میبینیم که بخیر ماهیگیری چی رقم خواهد بود. او جام براتان یگان تصویر میگیرم برای یگان لحظه آدم خاطره و یک سرگرمی و یک مصروفیت است دیگه. In 1000 feet, turn right onto Greenbridge Road. Take the next right onto Greenbridge Road. Continue on Greenbridge Road for half a mile. جنگل است. اینی جرا میگن دیگه که هر رقم حیوانات وحشی و از خرس و از مار و از آهو و تمسا و هر چیز هست دیگه. ما از همین خاطر سلو میریم که کدام بدخویش سر نخوریم. ولی مناطق است که بسیار زیاد سرسبز و مملو از جنگل است دیگه. قسمه که دیده میشه ما در او رسیدیم، در اون ذخیره‌گاهی که به اصطلاح In 600 feet, you will arrive at your destination. باش که جنابم از روبروی آمد که من همین چه باریم دیگه ادامه میتم امیگه پاره بخیر.